یکی الله میگه که بهترین میگه تبابت برای مؤمن این ذکر منه. هرگاهی که اگر به یاد من مشغول شوین تطمئن القلوب، من در قلبهاتون آرامش پیدا میکنم. اگر شما در یک خلوت و یک بارک برای حقیقت یعنی سخن با درک کردنتان شما یک جدی بشینیم برادر عزیز، یک قسم ساعتی شب 2 3 به خاطر یعنی الله مهربان یک طهارت کو بشی یکان قرآن بخوان یا لا اله الا الله، لا اله الا الله 100 بار بگو. ببینید یا سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم 100 بار بگو. همین را گفتم بگی همین در وجود یک کیفیت پیدا میشه.